و مرد مسلمان، مجاهد مسلمان میتونه بدون نکاح به همراه اون کنیز چی بکنه؟ همبستری بکنه و مقاربت بکنه بدون نکاح. استاد معروف راسخ همین جمله را میگه. ولی ملت ما خیلی در مقابل این جمله حساسیت نشان دادن، خیلی مخالفت ها ایجاد شد، در حالی که این جمله از نص صریح قرآن ثابت است که الله رب العالمین چی میگه؟ الا علی ما ملکت ایمانکم، الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم فانکم غیر ملومین. ای مسلمان ها، شما به زنا نزدیک نشوین مگر میتونین به زنهای خود، به زنهای نکاحیتان نزدیک شوین و بر کنیزهایتان که از کفار گرفتین نزدیک شوین. فانکم غیر ملومین، شما ملامت شده نیستین. پس یک نفر میتونه 100 تا کنیز داشته باشه بدون نکاح به همراهش نزدیک شود. حکم قرآن است. هر مسلمان میپذیره هم دلش، نمیپذیره هم دلش، هیچ مشکل نداریم.